بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه ورځ مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. وجودی مادی نداره، ماده نیست، حس نمیشه، لمس نمیشه. پس هر آن اسم که وجود مادی داشته باشه ذات گفته میشه. هر آن اسم که وجود مادی داشته باشه او ذات. این قلم یک اسم عام است ولی ذات است، وجود مادی داره. چوکی یک اسمی عام است ولی ذات است. هر آن اسم اینجا که وجود مادی داشته باشه او را ذات گفته میتونیم و هر آن اسم که وجود مادی نداشته باشه او را معنی اسم میگم. این از لحاظ مفهوم بود. بچه ها، شاگردای عزیز بسیار متوجه باشید. در همه جا اسم میته از لحاظ مفهوم خاص، عام، جنس، دلیز، معنی، ذات نشانی کنید. اینمی نام ها میته این نام را نشانی میکنید. پس اگر اینمی تعریف که کوتاه من کردم، اگر ذهناً ایتو قصه واری یاد بگیرین بسیار به آسانی در کانکور در فرم اما نقطه خود به دست آورده میتونید. میایم از لحاظ ساختار اینمی اسم ها را خود من نوشته کردم. از لحاظ ساختار به چند نوع دو نوع است. اینمی نام ها یا قابل تجزیه هست یا قابل تجزیه نیست. اگر قابل تجزیه نبود بسیط، اگر قابل تجزیه بود این را مرکب میگم. بسیط من میگم قلم. آیا قلم قابل تجزیه است؟ تجزیه به این معنی اگر تجزیه کنی یک کلمه مستقل دیگه کلمه نامستقل پیدا شود، هر دو کلمه مستقل پیدا شود، او قابل تجزیه است. یکی معنی از دست میته، ریشه از دست میته، او باز قابل تجزیه نیست. یک نفر است، یک بچه است، از من پرسان میکنه این استاد این از این کلمه من ایرا دور میکنم ولی این معنی میته، کلمه این معنی داشت. او یک حرف را چی میکنین؟ او یک حرف چی قسم میکنین؟ ای به این معنی است از خانواده یک نفر را بیرون کنید، او که هر جا رفت، هر رقم که شد، سرنوشتش که هر چی شد، ای خب به این معنی نیستن. ای خب باز بی معنی میشه. او خب باز میره، خانواده خود فراموش میکنن. پس کلمه هم عین شکلی خانواده داره. پس قابل تجزیه نباشه، بسیط قابل تجزیه بود، مرکب. من میگم کتابچه، کتابچه، اینه چه، سپین غر، سپین غر، اینه اردو قابل تجزیه شد، این مرکب میگم. مهم نیست، مثل که در جلسه اول در بخش کلمات تشریح کردم، این شکل اما دو بخشی نشان است، بسیط و مرکب. میایم اینه ای بسیط قابل تجزیه نیست، مرکب قابل تجزیه است. میایم نم جنس لمخی، اسم از لحاظ جنس میخوانیم. اسم از لحاظ جنس ای بدون است، یک مذکر است، دوم مؤنث است. خب اینجاست که برای من سوال پیدا میشه کدام اسم ها مذکر است، کدام اسم ها مؤنث است. برای در زبان ها بسیار مشکل است. مشکل چی است؟ اساسی تشریح نشده، اساسی درس نخوانده، اساسی در مکتب برش نشانی نشده. بسیاری سیاستمدارا که در چوکی بالام کار میکنه، او بیچاره که پشتو میگن ترس شامل است که مذکر را مؤنث نگوییم، مؤنث را مذکر، یکی دختر را بچه بگوییم، بچه را دختر بگوییم. خب بد است دیگه. پس همین جاست که پشتو باز میگن که نه بسیار سخت است، نه آسان است. ما حروف را یاد داریم، صداها را یاد داریم، حال بسیار باسانی. شش علائم اگر در آخر اسم بود مؤنث، شش اگر بود مذکر، بسیار باسانی را تفکیک میکنیم. اینمی به ای جمع میشه، ای به ای جمع میشه، خود به خود. در ضمن نیازی که برای کانکور یاد گرفتیم، با آینده خودم یاد گرفتیم و این کمال است. این کمال را که یاد گرفتیم بخیر میرین انجینیر میشین، دکتر میشین، میرین در جامعه، در یک جامعه میرین، در زبان، در جامعه پشتو زبان ها میرن. وقت که پشتو را باز یاد نداشته باشید او کارتان نمیچله، او تجارتان پیش نمیره. یک کمال هستن. پس در ضمن از که پسان باز ما به زبان را یاد میگیریم، پیش از او به کانکور یاد بگیریم. در کانکور در فورم که مذکر و مؤنث از من خواسته چه رقم بفهمم، پشتونا را که بگویم سنگل کلمه مذکر است یا مؤنث، او خنده میکنه سنگل چه رقم مذکر و مؤنث است. و روز مذکر و مؤنث داره. بله ها، این خو اسم است، ما روز را کار ندارم، سنگل را کار ندارم، ما اسم را میخوانیم. تا حالتی لفظی اسم را میخوانیم، از لحاظ جنس میخوانیم. از لحاظ جنس چی است؟
ای که امو شش علائم کدام است برای مذکر کی میه، او شش علائم کدام است برای اسم مؤنث کی میه. در جلسه بعدی میخوانیم بخیر. تر بل جلسه پوری می بخون کی